امروز میخوام با الهام از انیمه ناروتو مفهوم نیمه تاریک وجود و سایه از یونگ رو بررسی کنم. برای همین از خانم ایرانپناه دعوت کردم تا سکانس‌های مربوط به این موضوع رو با هم دیگه بررسی کنیم. خیلی خوشحالم. دست شما درد نکنه که قبول کردید. خب تو این سکانس از انیمه ناروتو برای اینکه بتونه کیوبی رو تو درون خودش کنترل کنه و از قدرتش استفاده کنه، تو مرحله اول باید جلوی آبشاری بشینه که اسمش آبشار حقیقته و تو اونجا به شکل نمادین اون ناخودآگاه، اون نیمه تاریک وجود که تو وجود هممون هست، بله. مادی میشه، میبینش به عنوان یک فرد دیگه. بله. و خب بریم ببینیم. ここは真実の滝と呼ばれてる場所だ。真実の滝。ここで美獣のコントロール？いや、その前段階だ。え？ここに座って目を閉じろ、ナルト。そうすればお前の真実が見える。俺の真実？そうだ。どうして一楽でサインを書かなかった？なんだあいつら急に手のひら返したようにお前に慣れ慣れしくしてきたんだな。うっとうしい奴らだったもんな。こいつ俺そっくりじゃねえか。里の奴ら今まで散々俺たちのことをのけ者にしてきたくせによ。あ、そうだ、サインくれサイン。うちの子に書いてやってくんねえかな。お前のファンでよ。サイン？うちの方にも一枚頼む。どうした、ダメか？いや俺ってばそういうのに慣れてねえからよ。サインなんて持ってねえし。誰だお前は。見りゃわかんだろ。俺はお前だ。は？俺ってば影分身やった覚えはねえぞ。俺はお前自身、お前の心の底にあるお前自身だ。何言ってんだってめえ。俺はおめえなんか知らねえよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。 اینجا هم خیلی جمله جالبی میگه که تو کی؟ و میگه خب تو منو نمیشناسی، من توی حقیقی هستم و اون تویی که توی قلب توه. و ما توی مفاهیم شفای کودک درون در رابطه با همین موضوع حرف میزنیم. در واقع میگیم که تو یک خودی داری که در درونته، ولی ما به جای قلب میگیم درون، و اون خود زخمی توه. حالا بعضی بهش میگن کودک زخمی توه، ما بعضی وقتا میگیم خود زخمی توه. و خود زخمی تو میاد در رابطه با هر زخمی که توی زندگی خورده یک مفهوم تاریک رو درونی میکنه که همزمان مفهوم مثبت هم مفهوم روشن هم ازش درونی میشه ها. یعنی یک سایه تاریک در مورد یک زخم رو درست میکنیم و یک سایه روشن. ولی چیزی که مهمه اینه که هر دو اینا سایه است. و آیا من سایه خودمم؟ نه. یعنی اگر اون قرمز من نیستم، اگر اینی که میگه حالت ازشون به هم میخوره من نیستم، اونی که ادای دوست داشتنم در میاره من نیستم. بله. پس در واقع توی این فیلم انگار اونی که از آبشار میاد بیرون و چشماش قرمزه هم من نیستم، اونی هم که پیش مردم خجالت میکشه و میگه امضا نمیدم چون من که امضا بلد نیستم هم من نیستم. من کیم؟ اینی که اومدم به مواجهه و خودشناسی که بفهمم پس کدومم. ナルト、おい、静かに。ここは真実の滝とか言ってたな。ここまで俺が表に出てこられるとはいい場所だ。つまり俺はお前の真実だ。 کاش همچین چیزی واقعا بود، انقدر واضح میشد با اون تیکه دیگت صحبت کنی، روبرو بشی با اون درونت روبرو بشی. چون خیلی سخته که بتونی به این وضوح نیمه تاریک تو در بیاری، ببینی چیات مال اونه چیات مال اون نیست. بله. البته که ما تمرین داریم تو روانشناسی ها.
و با همون تمرین ها و همین چیزها میرسیم. یه چیز جالب که برات بگم اینه که ما میگیم که در انتخاب‌های شما، در رفتارهای شما باید همیشه اختیاری وجود داشته باشه و یک حس قاطعیت و یک حس شخصیت و یک صلحی رو داشته باشید. اگر جایی رفتاری رو نمیتونید انجام بدید یا مجبور میکنید خودتون رو که انجام بدید، هر دوش. مثلا من به شما میگم که شما آدم مهربونی هستی ولی لطفاً 1 ماه به کسی مهربونی نکن. مثلا به این بار بهش بگو نه. اگر شما احساس کنی در مقابل مهربونی که خودت رو باهاش تعریف کردی نمیتونی وایستی، یا اگر بهت بگم آدم نامهربونی هستی، خیلی کم آدما رو میبخشی، بیا این بار بگذار از سر تقصیر این آدم و باز بگی نه نمیتونم، یعنی چی حقی از من خورده. هر دو جایی که چه میتونی چه نمیتونی سایه تو داره کار میکنه و برای اینکه بتونی با این مقابله بکنی احساس اجبار و فشار، یعنی هر جا که شما احساس اجبار و فشار برای کاری، برای انجام کاری یا انجام ندادن کاری داشتی، باید بدونی سایت فعال. میشه جبر و اختیار؟ احساس اجبار، بله. و جایی که احساس اختیار داری، یعنی من این حال رو دارم که مختارم، مثل حالت روزه گرفتن. توی روزه گرفتن یه قشنگی که داره اینه که ما نمیخوریم ولی از رو اختیار. درسته؟ اون نمیخوری ولی از رو اختیاره. ولی فقر و تنگ دستی چجوریه؟ تو نداری که بخوری، در واقع یک جور مجبوری. ما میگیم هر جا که شما احساس کردید برای رفتاری اختیار دارید، یعنی اینکه سایه‌ای در کار توی اون موضوع نیست. و هر جایی که خودت رو مجبور دونستی، مجبور و مثبت حتی، آخه من که مادرم، مادر باید از خودش بگذره، احساس اجبار کردی، اونجا سایه در کاره. پس اینجوری میتونی با سایه خودت روبرو بشی، مثل این آبشار حقیقت. 俺が本当のお前だ。本当の俺。ああ、俺はお前の大切な憎しみ、闇の部分だ。ただ一つ違うのは、キュービのやつにやたらと気に入られてるってことくらいか。お前、キュービの意志ってのは憎しみの塊で、強い力でチャクラと結びついてくるんじゃ。どんだけ自分を強く保っても、心のどこかにある憎しみと結びつこうとして心を乗っ取ってくる。今までこいつとキュービが。そういうことだ。俺はお前自身だ。追い出せはしねえぜ、偽物。そう。 در واقع اینجا میبینی که نیمه تاریک وجود وقتی باهاش مواجه میشی، یعنی میپذیری که ببینی اون قسمت تاریک وجود تو، تازه به تضاد میرسی، چون اونم به تو میگه که تو قلابی، تویی هم که نقش داشتی، تو هم که نقاب داشتی، در واقع از آدم‌ها و اون تظاهری که برات داشتن نفرت داشتی که میخواستن حالا ازت امضا بگیرن، اما این نفرتت رو، این امضا ندادنت رو پشت یک نقابی قایم کردی که آخ ببخشید من که امضا بلد نیستم، این کارها رو بلد نیستم. حالا اون داره به این میگه و چقدر پس خوبه. پس در واقع نیمه تاریک وجود من هم آینه منه که من نیمه روشنم رو ببینم، سایه روشنم رو در واقع ببینم، که بفهمم پس اینم نیستم، شکی بکنم به اون نقشی که تا الان داشتم تو زندگی بازی میکردم ولی نقاب بوده. هر جا انگار چه اون نفرت کنترلت کنه، چه اون خجالته، حالا لفظ خجالت براش خوبه، درسته، چه اون ضعفی که از مجبور به مهربان بودنه، چه اون نفرت مهرطلبیه، در واقع مهرطلبیه و نفرته. شاید شما 80 سالت بشه و هیچ وقت هیچ تصمیمی از خودت نبوده، یا از نفرتت بوده یا از احساس مهرطلبیت بوده و بعد خود اصیلت رو هیچ وقت پیدا نکردی، هیچ کاری از صمیم قلبت انجام ندادی. هیچ وقت. بله، از درون شفا یافتت. در واقع انگار همیشه در شادو بودی، همیشه سایه رو داشتی، نقاب رو داشتی، زندگی میکردی. こういうことか。 یه نکته خیلی مهم در ادامه اینو بگم.
نقاب رو داشتی زندگی میکردی و در واقع چه نقاب تاریک رو بزنی، نیمه تاریک رو و شادو تاریک رو، چه نقاب روشن رو بزنی، داری از یک چیزی، از مواجهه با یک چیزی فرار میکنی و اون چیه؟ مواجهه معنادار با درد. در واقع تو یک روزی دردی بهت وارد شده، اجتماعی توی این انیمه نشون میده که تو رو پس زده، این درد برات اومده، البته که درد هم برای قدرتت اومده که تو از مواجهه درست باهاش بتونی قوی تر بشی. مثل کاری که هشتم این کار رو انجام داد، مواجهه درست میکرد، تایید مردم رو نمیخواست، از روز اول به خودش اعتماد داشت. ولی وقتی تو نتونی اون مواجهه درست رو با درد داشته باشی، حالا نقاب میزنی که مواجه نشی. پس یعنی مهرطلبی هم به نوعی نقاب اینه که ببین من خیلی مهربونم، خیلی نایسم، من که نمیخوام با تو مقابله بکنم، میشه با من کاری نداشته باشی و منو دوست داشته باشی؟ و اون نفرتی که باز من حمله میکنم به تو وقتی که قراره حقی ازم ضایع کنی و تظاهری هم اینه که تو به من آسیب زدی و من خواهم الان حال تو رو بگیرم به خاطر اینکه نمیتونم مواجه بشم، مواجهه تسلیم گونه از پذیرش که درد لازم بود. پس میخوام فکر میکنم تو تونستی به من آسیب بزنی، بیام ازت متنفر بشم. پس میرم توی بازی نیمه تاریک. 偽物はてめえの方だろ。螺旋艦 این که حرفای همدیگه رو کامل میکنن، تکنیکاشون کاملا عین همه، یعنی هر چقدر ما یک نقاب یک طرف رو سفت بگیریم اون یکیه از بین نمیره، به همون اندازه قدرتش بیشتر میشه. واسه همینه که ما یه دفعه‌ای از آدم‌هایی که اصلا ازشون انتظار نمیره یه سری حرکت‌های عجیب غریب میبینیم. یه آدم فوق مهربان به ظاهر میتونه یه دفعه یه آدم بکشه. یه سری آدم ها اینجوری میگن ببین من مهربونم، ولی اگر پا روی دم من بذاری یه دفعه یه حرکتی میکنم. این اونه که تو مهربان نیستی، برای مهربان بودنت احساس اختیار نمیکنی. واسه همینه که تا یه جایی توی نیمه روشن بازی میکنی، تمام تلاشاتو میکنی، ولی به همون اندازه دیو درون رو قوی میکنی. به یک دفعه‌ای خراب می. پسرها و دخترهای فرمان بردار و مطیع از پدر و مادر، مطیع یه جایی که به انتها میرسه این نقش و دیگه همین اندازه یک من لجباز داره در درونشون قدرت میگیره و یک دفعه‌ای فوران میکنه. اون داستان دوتا گرگ درون انقدر به گرگ سیاه غذا نمیدی که پارت میکنه. بله. انگار تو بار اول ناروتو شکست میخوره دیگه. بله. بعد چون اصلا مفهوم رو اشتباه برداشت کرده، مقابله کرد، چون فکر میکنه باید بره مقابله بکنه با نیمه تاریکش، واسه همین شکست میخوره.懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。だな。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえ。全く同じ手使ってくっからよ。俺を追い出そうとしても無駄だ。お前のことは俺が一番よく分かってる。این شاید این چیزی که میگه فرارم نمیتونی بکنی اون شباییه که آدم با خودش میگه نه من اینطوری نیستم، من آدم بدی نیستم، اصلا این فکرها رو نکن، من حسود نیستم، و یه حالت احساس گناه میگیری که نه من این نیستم. بله. ならもうお前だって分かってるだろ。何が言いたい？さっき決めたことさ。知るかそんなもん。しらばっくれんなよ。
まあいいや。この場所は自分の心の真実を映す場所だから、イメージを集中して直接お前に見せてやるよ。これが俺のサインだ。くそまあ。 اینجا متوجه شدی چی شد؟ یک عمل و یک رفتاری که گفتم از ما یا ساطع میشه، برون ریزی میشه یا جلوگیری میشه. اون عمل چه اگر از ما بیرون بیاد چه بیرون نیاد تحت رفتار ناخودآگاه ماه. ناروتو اینجا امضا نداده بود، فقط اولش با خودش قبل از اینکه با خود حقیقیش یا در واقع ناخودآگاهش روبرو بشه فکر میکرد که امضا نداده چون آدمیه که این چیزا براش مهم نیست و بلد نیست. اما وقتی با ناخودآگاهش روبرو شد گفت تو امضا ندادی چون در درون خودت از اونها و از تظاهری که دارن نفرت داری. چیکار کرد؟ تو مواجهه دوم اومد گفتش که من که نمیتونم از تو فرار کنم و من و تو در واقع انگار که یک حقیقتیم. قدرتمون هم هر چقدر بیشتر بشه، قدرت من بیشتر بشه، قدرت تو هم بیشتر میشه. چی کار میکنم؟ برای اینکه بتونه اولین شکست رو بده گفت من امضا میکنم. یعنی وقتی که من بخوام عملی رو انجام بدم ضد اون عملی که انجامش ندادم، رفتاری رو بکنم که تا الان نکردم، حالا یا به صورت مثبت نکردم یا به خاطر منفی نکردم. باز با مثال میگم که قابل درک بشه. مثلا من یه نفر میاد پیشم و من متوجه مهرطلبی این آدم میشم، متوجه میشم این آدم دائم داره خودش رو عنوان میکنه با اینکه من که اصلا تنها فرزند نمونه خانوادم و من دختر عاقل خانوادم و اصلا یه خانواده این کارو کردم. آره میان از من مشورت میگیرن. من میفهمم این آدم خودش رو در قالب یک فرد فهمیده داره تعریف میکنه. یعنی پشت فهمیدگی یک چهره دیگه است. فهمیدگی نقابشه نه انتخابش. احساس میکنه اگر فهمیده نباشه، بعد وقتی باهاش چک میکنم ازش میپرسم که خب این شکلی هستش که یه جاهایی هم به خودت اجازه بدی که بگی نمیدونم، بگی نمیدونم، بلد نیستم، کمک آره. نمیشم. یه جاهایی به خودت اجازه بدی بگی بلد نیستم، اصلا نمیخوام کمک کنم، نمیخوام، امروز حوصله‌شو ندارم. یه نفر بهت زنگ بزنه ازت یه کمکی بخواد یا یه مشورتی بخواد، تلفن رو بگی که عذرخواهی میکنم من امروز کم سردردم نمیتونم. وقتی که این سوالو میپرسم طرف شوک میشه که نه. و در مقابل باز آدم‌هایی هستن که نقاب این رو برداشتن که اصلا من اون بچه نفهمه خانواده‌ام، من میخوام اصلا نفهم بازی در بیارم، میخوام بیان دنبالم، هر چی میخواد میگم نه، هر کی هر چی میخواد اصلا نمیدم. بعد به اون میگم تو یک بار نمیتونی، باز اونم میگه نه. درسته؟ مهم در این نتونستن است. و حالا الان میاد چیکار میکنه؟ میاد بازی رو برعکس میکنه، میگه من امضا ندادم دیگه، حالا برای که هم خودم رو بشکنم هم تو رو بشکنم، نیمه تاریک، خودم به معنای نیمه روشن رو، ناروتویی که اینجاست نیمه روشنه، میگه حالا برای که من میخوام هم نیمه روشنی رو، اونی که خجالت کشید میگم من که امضا بلد نیستم رو بشکنم، چون اون در نهایت امضا نداد، و هم تویی که میگه از نفرت امضا نمیدی و بشکنم، امضا رو میدم. اگر اینجا نیمه تاریک وجودش میگفت که امضا ندادی، بگه خب میدم، با این فرق میکنه دیگه. یعنی مثلا بگه حالا که اینجوری کردی پس من میرم امضا میدم. بله. اولی جنسش جنس مقابل است، حالت جنگ داره. یعنی توی اولی به این نتیجه رسیده که نمیخواد اون سایه خودش باشه. سایه خودش که چشماش قرمز، خودش چشماش آبیه، با رنگ حرف بزنیم، قرمزه رو که میبینه میگه نمیخوام تو باشم. حالا اون اگه بهش میگه که تو امضا ندادی، اگر میخواد بره امضا بده برای اینه که شبیه اون نباشه. اما اگر انسان فاصله بگیره و متوجه بشه این منم، این خود اصیل منه، این نیمه تاریک وجودمه، این نیمه روشن وجودمه و هیچ کدوم اینا من نیستم، هیچ کدومشون، نه اونی که تظاهر میکنه خیلی افتاده و خیزانه و به خاطر افتادگیه که امضا نمیده،
نه اونی که صداش میاد که نه تو چون نفرت داشتی دیگه این تظاهر مردم رو دوست نداشتی امضا ندادی، وگرنه اصلا کلا میلت اینه که امضا ندی، حالا تو دوباره مردم رو نادیده بگیری. من نه اینم نه اینم، من یه چیزیم بین این دوتا، نه اینکه وسط این دوتا نه، بین این دوتا، این نیمه تاریکه، این نیمه روشنه، من این حفره‌ایم که این وسط ایجاد شده از مقابل هم قرار گرفتن این دوتا نیمه. بعد وقتی این حال رو داشته باشی میری توی سوم شخص، یعنی نه مثبتی نه منفی. بعد تصمیم میگیری با قدرت انتخاب، یعنی اینجا دیگه حسش انتخابه که من برای اینکه نمیخوام هیچ کدوم این دوتا باشم، حالا میرم با از روی حس انتخاب، از روی حس پذیرش امضا میدم. そんなもん作ったからといってなんだくだらねえ里の奴らにチヤホヤされて騙されてるだけだお前はあいつらは俺たちをずっと騙してきた奴らだぞ勝手な掟を作ってのけ者にしてきた思い出してみろ苦しかったよな辛かったよなお前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ里の奴らなんか信じるな ببین اینجا داره همونو میگه دیگه، داره میگه نیمه تاریک وجود ما اون مفهومیه که ما از خاطرات تلخ برداشتش کردیم، داره به یادش میاره ناخودآگاهش، ولی این بازیگر سمت منفیه. توی اون آسیب ها من یک مفهوم برداشت کردم وقتی که مردم نادیده میگرفتن من تاریک وجودش، به عنوان اینکه اونها آسیب زدن، پس حالا که آسیب زدن من ازشون متنفر میشم یا ازشون دور میشم. این میشه مفهومی که نیمه تاریک وجود درونی کرده. حالا اگر من نخوام بذارم نیمه تاریک وجودم خودش رو نشون بده، به معنای این نیستش که من خود اصیلم میشم، چون اون اتفاق واسه من افتاده دیگه. اون مردم من رو طرد کردن و بله مردم من رو طرد کردن و برای من یه مفهوم ایجاد شده. پس من این مفهوم رو وقتی نتونم بپذیرم و ازش درسش رو بگیرم، فقط میام سرکوبش میکنم یا تضادش رو نشون میدم. میام میگم نه من که اصلا از مردم بدم نمیاد، من خیلی هم مردم رو دوست دارم و میخوام باشون تو صلح باشم، ولی پشت اون خنده ها باز یه خودکمبینی وجود داره، یک احساس اجباری. انگار باز من در نیمه مثبت به خودم اجازه اینو نمیدم که از مردم ناراحت باشم، چون در هر دوشون هنر اجازه ندادنه و زندگی هنر اجازه دادنه. یعنی جایی تو میتونی بگی من رها زندگی میکنم که اجازه بودن بدم به هر حسی و بعد اجازه بدم اون حس جریان پیدا کنه، حالا من به مفهوم پشتش برسم. خب چون اینجا تو در نیمه مثبت اجازه نمیدی که ناراحت باشی، چون بالاخره مردم تو داستان نشون میده بهش یه ظلمی کردن. انگار نیمه مثبت تو به تو اجازه نمیده که تو ناراحت باشی. واسه همین وقتی یه نفر ازت امضا میخواد، زبان بدنش این شکلی نمیشه که امضا باش، مثلا به یه حالتی که ولی من یاد روزایی افتادم که منو پس میزدید، میخواد بودن خودش رو اون حسش رو نشون بده، به جاش میره توی شرم و خنده و سرش رو میخورونه نه ولش کن من این کارا رو بلد نیستم، یعنی میاد خودش رو کم نشون میده. و نیمه اینوریش میگه نه تو خودت رو خیلی عجیب و منفی نشون بده. هیچ کدومش ما نیست. بزنش お前を分かってやれんのは俺だけなんだぞ里の奴らなんか信じるな里の人たちも大事だけど他に信じなきゃならないものが先にある、自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分っていうのはよ。انگار وقتی که صحبت از ایمان کرد دیگه یه ذره اون رو تونست به حال تسلیم و تأثیر بیاره، ولی هنوز نمیخواد دیگه، میخواد بگه ما رنج کشیدیم یادت بیاد. 自分ってものは全く疑ってもね、自分に誇りを持ってる。
邪魔なのかなら俺は一体何だったんだ。俺が邪魔なのかなら俺は一体何だったんだ。お前がいたから。 اینجا چه جمله قشنگی گفت. نیمه تاریک وجودش میگه من باعث رنجت بودم میگه چون پس مشکل بودم مثلا هر که تو داری میگی. آره نه یعنی یه حالت عذابی هم داره دیگه، چون انگار داره میپذیره، چون وقتی که به زانو میفته یعنی که دارم میپذیرم دیگه، تو حالت مقابله باهات نیستم، ولی بعد الان پس ماهیت وجودی من چیه؟ چرا من باید نیمه تاریک وجود تو باشم و به تو یادآوری زخم ها رو بکنم؟ داره ازش میپرسه. ولی خب جواب پس من چیم؟ چرا هستم؟ و بعد اون جواب مثبت و درستی میده، میگه تو باعث قوی شدن من شدی. ما میگیم که همیشه برای اون رشد به یک تضادی نیازه. من میخوام بازومو هم که رشد بدم همینجوری نمیتونم پرورشش بدم، باید یک تضاد بهش اضافه بکنم. این با اضافه کردن این تضاد نه تخریب بذارم که به مقابله بیاد. یعنی یک همون تضاد درسته، یک فشار بهش بدم. خب یه فشاری که مثلا فشاری که خاک به بذر میده، خب یا فشاری که ما برای حرکت میاریم دیگه. ما در انقباض ما میتونیم وقتی انقباض و انبساط پشت سر هم انجام میشه حرکت اتفاق میفته. در واقع میاد بهش پاسخ مثبتی میده که تو باعث قوی شدن من شدی. یعنی پس انگار باید نیمه تاریکی در وجود ما باشه که برای ما احساس فشار بیاره، برای ما قدرت مقابله بیاره. وقتی اون میاد بعد ما میتونیم در مقابله با اون مثلا همین وزنه، در مقابله با این وزنه میتونیم اینو رشدش بدیم. お前は俺が邪魔なのかなら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。お前のおかげでここまで来られた。だろ俺はどうすりゃいい。そんなもん簡単だろ。お前は俺になりゃいい。 و دقیقاً اینجا هم در هم روانشناسی ما صحبتش رو میکنیم، هم عرفان. جایی که ما نمیدونیم که حالا باید با رنجامون چیکار بکنیم، با اون همه خشمی که داشتیم، با اون همه غمی که داشتیم. ما با اونا خودمون رو تعریف کرده بودیم ولی در واقع اونم خود ما نبود دیگه. یعنی مثلا من میگفتم که من که کلاً با هیچ آدمی صمیمی نمیشم، بعد من دارم میگم که من از صمیمیت فراریم چون صمیمیت رو نشانه آسیب میدونم و این هم یک صفت سالم نیست که من از این ور بوم افتادم. و اگر بخوایم اولش با آدما بگیم که تو باید از رنج خودت بگذری، چون با تضاد با رنجشون به معنا رسیدن، یعنی با خودشون بنشستن که خب من اونجا آسیب دیدم، درسی که گرفتم این بود که دیگه به آدما اعتماد نکنم، در صورتی که اون درس نیست، اون شادوه، اون سایه است که تو ازش گرفتی. میگه نمیتونی به دهکده اعتماد کنی. آفرین، اون سایه ماست، اون واقعا خود اصیل ما نیست. اما اگر ما بپذیریم که رنج وجود داشته و ضد رنج هم که ما داشتیم مقابله می‌کردیم تا یه مدتی در زندگی باهاش وجود داشته، که هر دو اینها در نهایت یه روزی به مفهوم یکی برسن، یکی بشن. یعنی ما بدونیم که اون اتفاقی که برای من افتاد، اون عدم صمیمیتی که از آدم‌ها دریافت کردم و بعد یه مدت از صمیمیت ترسیدم و باز از آدم‌ها دور شدم، نه این منم نه این منم. هر دوی اینها رو با هم تلفیق کنم، یک عشق و وحدتی رو در درونشون ببینم، حالا از وسطش یه چیز جدید در میاد. از وحدت این دوتا یه چیز جدید در میاد. واسه همین گفتم این شکلی انگار از درون این حفره یه چیز جدید در حال گذر کردنه. من اگر رنج هام نمی بود، اگر درد هام نمی بود، میگه اینقدر قوی نبود، اینقدر قوی نمی بودم. با مثلا اینکه ما الان نگاهمون به باشگاه چیه؟ با افتخار و ذوق میریم وزنه میزنیم. تازه هر کی که داره وزنه بالاتر و سنگین‌تری رو میزنه رو با حسرت بهش نگاه میکنیم، چون اینو پذیرفتیم که اون با اون وزنه که داره میزنه داره قدرت بیشتری رو به دست میاره. اون از من جلوه، اون از من جلوتر. وقتی مفهوم رنج برامون عوض بشه، حالا متوجه میشیم که پس مفهوم نیمه تاریکمون هم برامون عوض میشه. حالا اینجا به این نتیجه میرسه که بابا من و تو با هم هیچ فرقی نداریم و من به خودم اعتماد کردم. ولی منظورش از به خودم اعتماد کردم کدومه؟ به اونی که نقاب زده و مردم رو دوست داره ولی میگه من امضا نمیدم اعتماد کردم؟ نه،
میگه من به یه خودی که نه اینه وسط این دوتاست، از تقابل این دوتا با هم دیگه به وجود اومده اعتماد کردم. بعد حالا میگه بیا همو در آغوش بگیریم، چون من و تو با هم فرقی نداره. اینجایی که این آغوش اتفاق میفته، این پذیرش و عشق اتفاق میفته، یه چیزی در واقع یک نقاب، یک شادو به صورت کامل از بین میره و از وسطش یک خود اصیل میاد بیرون. به عنوان جمع‌بندی چند مرحله داره که ما برسیم به این سیستم که خودمون رو بغل کنیم، اون سایه ها از بین برن و اون وحدت شکل بگیره یا خود اصیل بیاد بالا؟ آره. اگر بخوایم بر اساس انیمه بریم جلو، اگر که اولین قسمتش رو یادمون بیاد اینه که به خاطر یک معنای بالاتری اونجا حضور داشت، میخواست برای رسیدن به اون قدرت اول از این آبشار حقیقت استفاده بکنه. پس ما باید یک معنای بالایی توی زندگیمون داشته باشیم که میل به خودشناسی برامون بالا بیاد. دومین قدم اینه که حالا وقتی که میدونیم میخوایم پا بذاریم در مسیر خودشناسی، توی این خودشناسی قرار نیست همه چیز شیرین باشه، قرار زخم‌های درون رو، نیمه تاریک درون رو، اون چیزی رو که شاید نتونیم به عنوان خود بپذیریمش رو ملاقات بکنیم. این میشه قدم دوم. قدم سوم اینه که وقتی که نیمه تاریک ما خودش رو نشون داد و گفتش که من توام، ما بپذیریم که اون هم بخشی از ماست، باهاش نجنگیم. قدم چهارم اینه که مرحله چهارم اینه که بپذیریم اونی هم که تا الان قبولش کرده بودیم و میگفتیم که این تعریفمه، در واقع نیمه روشن هم بخشی از ماست. یعنی دوچار یه تعارض نشیم که حالمون بد بشه که من اون نبودم، داشتم ادا در می آوردم. آفرین. یعنی باز آخه بعضی در مسیر خودشناسی این شکلیان که وقتی که دیگه با خود درونشون روبرو میشن، این شکلیان که آها پس من اون نفرتم، بعد آنچنان غرق این مفهوم میشن که باز سپر و نقاب نیمه روشن رو میندازن و یک دفعه‌ای نقاب نیمه تاریک رو برمی‌دارن. انگار فکر میکنن نقابشون رو انداختن، نمیفهمن باز اون نقاب دیگر رو برداشتن. دقیقاً همینطوره. واسه همین بعضی وقتا در درمان آدم‌های مهرطلبی رو می‌بینیم که یک دفعه‌ای جانی میشن، یک دفعه‌ای به یک طریق عجیب غریبی. البته در مسیر دیگه ما باید ادامهش بدیم. ما قراره نه این باشیم نه این، نه نیمه روشن باشیم نه نیمه تاریک، یه چیز دیگه ای. بعد اتفاقی که افتاد چی بود؟ تا 4 مرحله رو اومد جلو، ولی بعد رفت دوباره ملاقات کرد با اون انگار که نیمه تاریکی بود. نه ملاقات کرد با اون 8م. رفت و دوره کودکیش رو شنید. توی دوره کودکی اون چی رو دید 8م باعث مرگ پدر دوستش شده بود، اما با این که باعث این شده بود اون موضوع رو به خودش نگرفته بود. یعنی فکر نمی‌کرد که من باعث این شدم پس خاک تو سر من، پس من چقدر موجود بدیم. نه توی شرم رفته بود، نه توی انکار رفته بود، تو غمم نرفته بود. در پذیرش اتفاقی که افتاده، در صلح با خودش داشت زندگی میکرد. با اینکه دوستش که باباشو از دست داده بود متنفر بود ازش، ولی این همزمان گل بهش میداد، سرخاکش که میخواست بره گل میداد. یعنی با خودش در صلح بود، اتفاقات بیرون رو به خودش نگرفته. اینجا چی دست ناروتو اومد؟ دست ناروتو اومد که اون جایی که مردم بهش ظلم کرده بودن، بهش توجه نکرده بودن، اتفاقات بیرون رو به خودش گرفته بود. چون به خودش گرفته بود ازش نیمه تاریک و روشن در اومده بود. من اگر اتفاقات بیرون رو به خودم نگیرم و بابت اونها ارزشمندی درونیم رو تفسیر نکنم، در صلح و پذیرش باقی میمونم. وقتی اینو فهمید اومد و دوباره مقابله کرد با نیمه تاریک وجود و بهش گفت تو از منی، من از تو نمیتونم فرار کنم. و گفت من به خودم اعتماد دارم. در واقع فلسفه وجود رنج رو شناخت و به خودش اعتماد کرد. این شد مرحله در واقع 6. تو مرحله 5 مفهوم رو فهمید که با داستان اون انگار 8 که قدرت از دل پذیرش میاد و نچسبیدن به مفاهیم بیرونی. توی مرحله 6 اومد به خود اصیلش اعتماد کرد و وقتی که گفت من اعتماد دارم به خود اصیلم، مرحله 7 عشق به خود.
بغل کرد نیمه تاریک وجودش رو. نیمه تاریک و روشن همدیگر رو در آغوش گرفتن، به هم عشق دادن و از این وحدت به وجود اومده یه چیزی شکست و یه خود اصیلی بیرون اومد. 7 که- مرحله داشت که نه به خاطر خجالت امضا نمیده، نه به خاطر نفرت امضا نمیده. بله. اگر امضا میده دلش میخواد، اگر امضا هم نمیده. تحت اختیار خودش. خیلی ممنونم بابت این تفسیرهای قشنگی که از این انیمه داشتین. همیشه دوست داشتم که هر کسی انیمه میبینه بیشتر از اون پاوراپا، بیشتر از اون فایت ها، اون جنگ قدرت ها، مفهومی که اون مانگاکا، اون کسی که اون انیمه، اون مانگا رو اول نوشته، اون برداشتی که میخواسته ما داشته باشیم و داشته باشیم. چون همیشه آدما حس میکنم شما تا قبل از این که من بگم شاید ذهنیت این بوده که یک سری کارتون که مال بچه هاست، یه سری آدم زورشون زیاده، همدیگه رو میزنن، ما هم میگیم بعد هیچکی کار نداره که ناروتو از چی میشه چی، فقط میگن ناروتو اونجا پاوراپ داشت، رسید اونجا راستنگانش شد راستن شوریکن، بعد اون شد قدرتش، بعد این شد. در صورتی که انگار همش درس زندگی و خودشناسیه. امیدوارم که دوباره پیش ما بیاین. البته ما این سری اومدیم پیش شما باعث افتخاره. انیمه های دیگه، مفاهیم دیگه، شاید از احتمال زیاد از همین ناروتو هنوز خیلی ما داستان داریم، قطعا. ولی خیلی هم من دوست دارم، هم کسایی که این قسمت رو دیدن دوست دارن احتمالاً که تمام کرکترهای این انیمه رو تفسیر کنن. خیلی امید خدا. ممنونم، دست شما درد خواهش نکنه. میکنم. با